از این بالا پرتاب شد پایین متاسفانه. چه خفن شد، چه قشنگه، چقدر خوب شد امروز اومدین. عجب فضایی، روح دارم میبینم کم کم. الان اصلا یه ایبی میاد میخونه خودش میشه. اوه چقدر قشنگه خدایا. اینکه یه جای مه کم میشه دوباره زیاد میشه خیلی جذابه. تو از شهر غریب مهربونی. این گوگوش نیست؟ چی؟ ایبیشونه. این ایبیشونه. این ایبی گوگوشینا شونه. چه چیز جالبه که خیس هم شده. سلام، ما امروز اومدیم منطقه ماونت نیمو. بعد قرار نبود من فیلم بگیرم امروز چونم ماونت نیمو زیاد فیلم گرفتم، ولی امروز هوای خیلی خوبیه، یه نم بارون مه، خیلی همه چی قشنگه. امروز یاور شاگرد داره، قراره که تمرین بکنیم که چجوری فرود بریم. اینجا رو باید نگاه کنم. داریم که یاور داره آموزش میده که یه سنجاب اومد همین الان کنار من این ور داره میچرخه. داره بهمون یاد میده که چجوری فرود بریم. توضیحات این مدلیه و اون قسمت مه، ما قراره که از این قسمت فرود بریم ببینیم که چی در انتظارمونه. فضا رو هم که بهتون نشون میدم چه شکلی. قشنگه. اومدم. هدف اینه یه کاری بکنید گوشتی چیم نفهمیم کجایی. آره نظر میاد به گولتونه. اون فری درگردیم فری. مرده از اینو برداشته رفته خریده نه از کمپیوتر. هر یه میری زدتون همین میکنه. دارم میبینم که دم و دستگاهی دورم داره زیاد میشه، بتونی که بدونم با هیچ کدوم قراره چیکار کنم. قراره از اینجا بریم پایین. الان همه که میگم گیرپاش میکنی. فردا دو چهارشنبه میریم باشگاه اسکرین شات میگیریم. مثلا از این ور که فشار بار بیاد روش صفر میشه، حتی از این ور هم صفر میشه، یعنی گره‌ای نیست که از این ور اون ور فشار روش رو خودت باز میشه. یاور در حال توضیحات. اونجوری شل میشه، خیلی راحت شل میشه. خب حالا به جای که اونو بذارم بیا جلو، این از این ور میکشم که یه مقدار چیزش بیشتر شه. خب اینو قشنگ. این تنها هیچ استاتیکه، درسته؟ بله. حالا این تنها ببین این گره تو این حالت حرکت میکنه، ببین اینجوری حرکت میکنه. خب این ور اونور میشه. خب خیلی جالب، میتونی مثلا میتونی کوچیکش کنی. ولی این از اون که بار بیاد روش، آره دقیقاً همون بار اینقدر صفر میشه دیگه امکان نداره باز شه. اصلا باز نمیشه. البته این بعد یه مقدار بیاد بیرون ها. این نباید. خب یاور داره به صورت فرمالیته تناب میبنده به درخت. که بچه‌ها فعلا اینجا یه تمرین داشته باشن، بعد بتونیم از اون قسمت فرود بریم. میمونی وسط هم نگر میداریم. 3 درست این میاد اینجوری میکشینش، مرتبش میکنید
اگه افتاده جای چیزی افتاده بود صافش میکنید. یه ذره بعضی وقتا آدم بعد با دست بازی کنه و منظم قشنگ 4 تا خط. آره دقیقاً. این پایین اینجا دست این میره پشت، اینو میگیری میچرخونید، اینو جمعش میکنید. پلاستیک که میگم وسط داریم به کل این تنابتون. بله به تناب پلاستیک اینجوری جمع میشه. شما میتونید اینجوری بزنید با حالتون آماده خواستین در میاد. یا زده بودی؟ نه این خیلی چیز راحتیه. ترجیحی این پلاستیک جمع میکنید میذارید رو هم. این گره وسط نه اینجا. بعد با این دست میچرخونید، میان اینجا رو میگی ناکن میچرخونید یه دونه اینجوری، یه دست دو تا دست تو راحت اینو میچرخونید، این میاد اینو میگیره، اینو میکشید اینجوری و یه هار میگم یه دونه چیز این میخوره به اینجا. بچه ها حرفه‌ای عمل کردن، پایه هم آوردن برای فیلم برداری آموزش. به موبایل باشه خودم نمیفهمم. خب الان میبینی تنظیم کنید، لازم میذاره میکشین سمت خودتون. میاد اینجا زده میشه، بسته میشه و ستاپ درست. حالا یه ذره الان خوب شد، فهمیدی؟ بزن ببینم اگر این آره چی جالب این سرش هم آقا باید گره اون زامن رو بزنید. خب مقصد تو فرود حتما با چیز درسته. الان طول اینجا از این کمتره ولی شما باید بزنید که عادت کنی. شما دیواره که میرید وقتی میریزید قاعدتا یه طول تنابتون رو حواس دیگه. خیلی از سر نداشتن این مردن تو دیوار، یعنی یارو رسید اینی در رفته اینو میزنی که گره استاپر اونجا دیدی. چی یه متر گفتی دستت میگیری چیکار؟ چرا؟ ببین وقتی که میخوام پرتش کنم این یه متر رو یه ذره آزاد بیرون تر میذارم که وقتی پرت میکنم سر تناب تو موقع پرت کردن نره تو این لوپا گره تولید کنه. گره هیچی که نیست که این یه مترش هم یه ذره آویزون میگیریم. راب اینم میگید بعد میریزید میره. عالی. این قشنگ رفت بوس پایین. خب من الان از این مسیر فرود اومدم پایین و الان رسیدیم به این منطقه‌ای که در واقع مسیرهای سنگ‌نوردیه. حالا نشونتون میدم. اینم یه مسیر سنگ‌نوردی بود که ما فرود اومدیم. الان منتظرم که بقیه بچه‌ها و یاور ملحق بشن. من در انتظار نشستم تا بچه‌ها بیان پایین. یه نکته‌ای هم بهتون بگم، اگر دارین سنگ‌نوردی دیوار نوردی میکنین مثل سمیرا نباشین که موهاتون اینطوری ولو باشه، چون الان یه اتفاقی بر من افتاد. آخر مسیر یه کوچولو موهام گیر کرد توی ابزار. حواستون باشه که قشنگ موها رو جمع بکنید. من حواسم نبود واقعا و یادم رفته بود این کارو بکنم. حالا میخواستم الان اینجوری باشه نشونتون بدم بعد جمع میکنم موهامو. این هم توی حمایت خطرناکه، هم موقع فرود اومدن، چون امکان داره موی شما یهو تو ابزار گیر بکنه. این اتفاق برای کسایی که موهاشون بلنده خیلی میفته. حواستون به این نکته هم باشه. منتظرم که بچه هم از این مسیر بیان پایین. این تناب ماست. خب ما الان شاهد اومدن صباییم. داره فرود میاد. کیفش از کمرش باز شد خورد زمین. بله
یاورم داره چک میکنه که سیفتی رو رعایت کرده باشیم. سبا داره این مسیر رو فرود میاد. سبا در چه حالی؟ نخسته. کیف کمریشو فکر کرد بسته بوده، نبسته بود و از این بالا پرتاب شد پایین متاسفانه. آه رامتین من گرفت این کولر عوض کردم باهاش. اینم گوشی سبا به چخ رفت. خب اینم نفر بعدی رامتین. رامتین این ور نگاه کن. رسیدی؟ نفر آخرم یاور. خب یاور دارم میگیرم ازت. آقا یاور آخرین نفر اومد. بیا بیا ابوالفضل. یا ابوالفضل چیکار میتونه بکنه؟ فرود خوب بودش، همیشه بیاین فرود بیاین. یه چیز گفتم از این بعد دیگه فقط یاور به پایین سیخه نره. من دیگه مسیر رو پیاده نمیام. بذار زامنمو آزاد کنم ننه. آزاد شدم ننه. بگیرم ازت. آره اینم پایان مرحله ما. بکشش. خب آقا اینم کشیدن تنابمون از کارگاه. نه نخیدمه هیچی نخیدمه. سلام علیکم. تایم نهار. نماز بفرمایید. فلان. همونجاست. بالا بالاتر. آهان حواست رفت به دوربین. خب یاور داره این مسیر رو میره که بعد آموزش حمایت از بالا رو به همون بده. نه اونی که تنابت از روش رد شده. اون لبش تیزه اون بالایی. این نه سابیده است. مهم رفت. هوا خوب شد. اونو چیکار کنی؟ یاور خوبه جان. عالی. خود حمایت یاور زده نشسته تو کارگاه. تازه تیشرتش هم در آورد. پشه ها الان میزننت. هی همه با هم واسه کرکسا، همه مخورام، همه لاشخورام، همه الان میان یه تیکه گوشت بدنتو میکنن دیگه از این ادا در نیاری. اونا حیف خانواده نشسته و منتظریم رامتین آماده شه بره بالا. برو بالا. اون هشترم باید بزنی. جمع کن یا من؟ کلیپ کردی؟ دارم. الان جا چیزه؟ خب الان خوبه. کارگاه خب رعد و برق و بارون ما دیگه آخرای کارمونه. الان یعنی تموم میشه میزنه میره. ببین صبا نگاه کن دست چپت دست راستت کجا بود؟ خب ببین تو راستت که اینم خودم چون گوشیم داره خاموش میشه به احتمال زیاد آخرین ویدیو باشه. اینم پایان روز ما. خدافظ. You know,